بازم لازمه بهتون بگم که هرچی دستور کیک ساده داریم بذارین کنار، این کیک رو درست کنید. مطمئن باشید که یکی از بهترین کیک های ساده میشه که درست کردین برای مهمونیاتون. عالیه. به ما هم میگه درستش کنیم. برای درست کردنش به تخم مرغ، شکر دونه‌ریز و وانیل رو اضافه میکنیم. حدود 7-8 دقیقه با دور تند همزن هم میزنیم تا کاملا حجم بگیره و سفید رنگ بشه. حین هم زدن حتما دورگیری هم انجام میدیم. بعد شیر رو اضافه میکنیم، یه مقدار هم میزنیم. بعد یه مقدار هم زدیم روغن اضافه میکنیم، دوباره یه مقدار دیگه هم میزنیم. وقتی شیر و روغن اضافه میکنیم لازم نیست خیلی هم بزنیم، فقط در حد مخلوط شدن. آرد و بیکینگ پاودر از خاص 3 بار علک کردیم که 2-3 مرتبه به مواد اضافه میکنیم با علک و با ویسک به این صورت در یک جهت هم میزنیم تا موادمون کاملا مایه کیکمون یک دست بشه. بعد مایه کیکمون رو وزنش میکنیم، به 2 قسمت مساوی تقسیمش میکنیم دقیقا مساوی باشه و بعدش به یکیش پودر کاکائو اضافه میکنیم و با ویسک به این صورت هم میزنیم. در یک جهت زیاد تند هم نزنیم که پفش بخوابه و به قسمت دیگهش همون مقداری که بهتون گفتم آرد اضافه میکنید و هم میزنید تا یک دست بشه. بعد توی قالبتون رو چرب میکنید. حالا قالب مورد نظرتون من با اسپری روغن چرب کردم. یه مقدار از مواد ساده میریزم، یه مقدار از مواد کاکائویی همینجوری میریزم، میام تا آخر ادامه میدم. یه مقدار مواد ساده، یه مقدار کاکائویی تا مواد که مایه کیکتون تموم بشه. بعد میدونید تو فرسکش گرم شده تا کاملا بپزه. این پست رو حتما سیوش کن چون که از بهترین دستور کیک ساده همینه.